رحمتالله برکات و برادران عزیز، برادران مهاجر، خداوند همه ما و شما را در حفظ امان خود نگه دارد. از ما قرار داریم در کنسولگری جمهوری تاجیکستان در شهر مسکو. چطوری که می‌بینید برادرایی هستند که روز 20 اکتبر در شهر مسکو در یک طرف مترو راسکازوفکا کار می‌کردند و در همونجا یک سوختار شدگی بود، لباسای اینا سوختگی بودن، در همون پجر بگیم، در همون سوختار بگیم شناسنامه‌هاشون سوختگی بودن. همون 17 نفری که شناسنامه‌هاشون سوختگی بودن در یک مدت کوتاه شناسنامه‌هاشون یعنی کنسولگری جمهوری تاجیکستان از سر اینا واستنایید کرده دادن. باز اینچنین برای بچه‌ها کمپنساسیا دادن از طرف جای کار برده و جای خوب تامین کردگی بودن و جای خوب دارن. در هر خیلی رسانه‌ها برآمده است، در فیسبوک در هر جا برآمدگی است که اینا جای خوب ندارن، اینا یعنی در کوچه هستند. این گپا همه دروغ است. این وزیر اکمال نسبت همین کار نقل میکنند. السلام علیکم. من سروان تاجیکستان در حقیقت 20 اکتبر در مترو در این راسکازوفکا رخ داد. ما در وقت مدت کوتاه ما میانداری خود رو با سفارت کنسولی تاجیکستان میانداری خود رو بیان میکنیم که در مدت کوتاه حجت‌های ما رو برقرار کردن. نسبت ما رفته با اداره که ما ساختمانی کار میکنیم در مدت کوتاه با کمپنساسیا همه چیز با جای خوب با همه شرایط و چیزها معایو کردن. باز یک بار دیگر میانداری خود رو بیان میکنیم. خب برادر چطوره که ببینید یکون مشکلی ندارن، مشکلیشون حل شد. این از شناسنامه‌هاشون درباره ما از تمام چیزها معایویم. مقصد به هر چیزها باور نکنید. مثل برنامه ما جبردگان سون دیدو میکنن، شات روی میکنن، برای این سو باور نکنید. ما تمام چیز همون مقصد امکانات ها همه شرایط ها هست. رحمت کنید. مرحمت هسپتال نکنم مرحمت سعید شو نکنم اصلا نه برادرها چطوره که میبینید برادرها ما شناسنامه‌هاش نگرفتن. خب یک بار دیگر میانداری خود رو با سفارت جمهوری تاجیکستان با کنسولگری جمهوری تاجیکستان که برای شهروندان خودمون کمکی خود رو رساندن و در مدت کوتاه شناسنامه‌هاش نگرفتن و با کمک همین سفارت و حکومت کنسولگری بود که کارفرما در یک مدت کوتاه برای اینا را جای خوب و باز بگیم کمپنسات تامین کردن. خب باقی در امان خدا باشین، خدا احتیاط کنید.